شما و این بویا فری که یکی از ماشین های خاص بازار ایرانه با آپشن خیلی خوبش. البته یکی از نکات دیگه این ماشینه که 483 اسب بخار قدرت موتورشه، 720 نیوتن متر گشتاور و البته این ماشین هیبریدی است و با یه بار شارژ برقیش میشه 860 کیلومتر مسافت رو طی کرد. یکی از قولای جدید بازار ایرانه که البته موتورش از لند کروز هم حتی قوی تره با اینکه یه موتور 1.5 لیتری روشه. بریم داخلش هم با هم ببینیم. این از داخل بویا هستش، یه فضای جادار داره این قسمت، جنس تمام قسمتاش عالیه. این هم از عقب ماشین که فضای خیلی جاداری داره این قسمت در صندوق عقبش و این ماشین با آپشن های که کمک راننده میکنن و کلی آپشن دیگه و لاستیک های خیلی بزرگ عالی. یکی از ماشین خاص بازار ایرانه و زیر نظر دانفن موتور هم این ماشین هست و یکی از ماشین های جدید بازار ایرانه که موتورش حتی از لند کروز هم قوی تره. این هم معرفی بویا فری.